الميكروفون عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين حاضرين. گفتی گپو الله سبحانه و تعالی گپان تو باشه. عین حال ما با همراه کمپانی تور با همراه حاجیانی که عین حال میبینین در حق ما دعاگو باشین که ساق و سلامت به جا و مکانی که انتظار ما ان شاء الله لبیک اللهم گفته میریم به خانه خدا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. يا عمي سوي كويس. عین حال ان شاء الله که ما حج رفته ایم به خواست الله، حجی که مبرور شوه، حجی که مقبول شوه، حجی که الله سبحانه و تعالی قبولش کنه، برای او یگان جزایی نیست مگر که جنت. خداوند حجای هر کدی ما و شما که میریم خداوند قبولش بفرماید. برای آنه که بفهمیم که حج ما قبول شده، عمره ما قبول شده است یا نه، هر عمل هایی که داشتیم باید اونها را ترک کنیم. مثلا در بین خودمان هست انسانانی که ناس میکشن، ناس کشیشون ترک کنن، بخوان که حجشون قبول میشود. انسانایی که هستن که سیگارت میکشن، سیگارت کشو پرتوه. انسانایی که هستن عقارت میکنن، عقارت کشون پرتوه. انسانایی که هستن قاشاشون میچینن، اونها پرتوه نیکروشه. یعنی هر عمل هایی که بد دارن اون عمل ها را ترک کنن و بعدا حجشون قبول میشه. اگر که عمل ها را که ترک کردنی نباشن، این را یقینا بدانید که حجتون قبول نیست. به خاطر الله برین، یعنی پول هاتون در راه بیهوده صرف نشوه. وقتی پول صرف میکنین خاص به خاطر الله باشه برای اون که حج قبول شوه. ان شاء الله که چون که ما عین حال جمع شدیم، خداوند در جنت همین خیلی جمعمون بگردونه ان شاء الله. ساق و سلامت بریم، دیدار در قیامت نشهاده در دنیا با ببینیم. جزاكم الله خير. حمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا أرحم الراحمين. الله يعطيكم السلام عليكم.